چرا میخوام باش حرف بزنی نلات بازی بیاری؟ پس چی میزنی ها؟ کثافت تو فکر کردی زهران از خودت بی‌کسوگاره بهش دست کنم میکنی حرام زاده. آقا رضا به قربان اونجوری که فکر میکنی نیست. بذار واسه توضیح میخوایی نقد توضیح بدی. خب ولش کن کشتیش دیگه. کثافت اگر شده خدا بیامرز زمانه بود من نمیذاشتم جنازه زهران رو دوش تو حروم زاده بذارم. یا خدا صالح رامین تو که خودت میدونی من زهرا رو اندازه چشمام دوست دارم. شرکت بود تعدیل نیرو کرده بود هممون از کار بیکار کردن. من موندم 1000 قسط زهر مار. اومدم خود به زهرا گفتم اینقدر رو مخ من نروی قضیتم بکن الان عصبیم. هی گفت منم دستم بشکن دستم روش بلند کردم. داداش کشتیش ولش کن. بلند شو برو وسایل جمع کن بیا بریم. من جایی نمیام. داداشمی احترامت واجبه درست. اگه تو داداشمی سالم شریک زندگیمه. دعوا زن و شوهری بود و خودمون حلش میکنیم. اگه کتکی هم خوردم لابد تقصیر داشتم. مقصر من بودم که خوردم. نمیدونم کی اومده خود شیرینی کرده بهت گفته ولی من زندگیمو دوست دارم داداش. برو قربونت برم. برو دورت بگردم. من زندگیمو صالح و جفتشو دوست دارم.